بسیاری جوانای ما بیچاره در جادوها زدگیان. امروز خدا برکت کرد، بسیاری برادرایی که رقیه خان داریم میروان از همون جنها خلاصشون میگردانند با قدرت الهی. انامونا بسیارشون موردی انامون جادو قرار دادن. امروز کاش که همین حکومت ما هم یک قانونی میبرد که همین جادوگرا را نابود میکرد. اینا بسیار ضرر کلان دارن برادرای عزیز، به نام خدا بسیار ضرر کلان دارن. تصور کن که یک بچه را وقتی میبندن، گویه میبندن در یک خانه نه، در دو خانه، هم خانه زن هم خانه مرد، هم خیش و تبار، یک مصیبت کلان است. چی دهشتایی است کی میکنه یک انسان. این خیلی بدبختا هم زیاد داره. برای همین شما دائم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، آیت الکرسی را خوانین، بدناتون مالین، تو از شر اینا شما ضرر از اینا ضررشون با شما نرسه.